ساختار چشم مردمک عنبیه که عضلات صاف داره، با دارویی مردمک رو گشاد میکنن که ته چشم شبکیه رو میبینیم، اینجا نقطه کور، اینجا لکه زرد. نقطه کور همیشه به سمت بینی در هر چشم وجود داره. رگ‌های خونی فراوانی رو ما اینجا مشاهده میکنیم که این رگ‌های خونی عمل تغذیه رو بر عهده دارند و متعلق به شبکیه هستند و در نقطه کور ما هیچ گونه عرضم به خدمت شما گیرنده های نوری در نقطه کور نداریم. ته چشم بازم مشخص شبکیه است. نقطه کور لکه زرد که در عکس کتاب شما نقطه کور رو زرد رنگ کشیده، لکه زرد رو تیره رنگ کشیده است. ماکولا همون لکه زرد است که در آن تعداد مخروطی ها بیشتره.